دوستان عزیز، کلید راست میکنیم، وارد منو اصلی میشیم، قسمت ضبط. این گزینه مرور کردن ما میزنیم. قسمت بالا شما کانالای دوربیناتون انتخاب میکنین، حالا هر دوربینی که میخوایم بازبینی بکنیم. مثلا الان من زدم 1 تا 4، ولی دستگاه ها غالبا یک محدودیتی دارن. مثلا بعضی از دستگاه من 8 کاناله، همزمان میتونم 4 تا دوربین رو بازبینی کنم. تو بعضی از مدل‌ها شما 8 تا رو میتونین همزمان با هم دیگه بازبینی بکنید. حالا ما این 4 تا رو میذاریم تو قسمت سمت چپ حالت پخش. گزینه‌هایی داره که شما میتونین هر کدوم رو انتخاب کنین، توی بازبینی به شما کمک میکنه. رو حالت پخش معمولی که بذارین 4 تا خط نوار براتون میاره. من گذاشتم رو پخش همزمان. رو پخش همزمان یک مزیتی داره، یک نوار سبز رنگ و این پایین شما دارین میبینید براتون میاره که حالا من تو ادامه بهتون توضیح میدم. حالا سمت راست تاریخمو انتخاب میکنم، یکمو میزنم. اینجا نیا کنین دوستان، یه دونه نوار برای من میاره. من روی نوار که کلیک میکنم همزمان 4 تا دوربین تو همون تایم داره به من نشون داده میشه و فیلمامو بازبینی میکنم. اون تیکه‌ای که میخوام از توش در میارم و از طریق بکاپ گرفتن که آموزش گذاشتم داخل کانال میتونم فیلم‌ها رو روی فلش بریزم. خیلی ممنونم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. سوالی چیزی داشتید در خدمتتون هستم.